ببر بنگال. فقط اسمش یه تصویر قدرتمند رو تو ذهن میاره. یه موجود از آتش و سایه، با ظرافتی بی صدا تو جنگل قدم میزنه. پوشش بدنش نارنجی درخشان، مثل غروب خورشید. راههای سیاه روی بدنش مثل اثر انگشت منحصر به فرد هستن. این راهها بهش کمک میکنن تو علفهای بلند قایم بشه. ببر حیوانی با قدرت عظیمه، نماد طبیعت وحشی و رام نشده. حضورش احترام همه موجودات دیگه رو تو قلمروش به همراه داره. ما یه ارتباط عمیق با این حیوان باشکوه حس میکنیم، یک کشش به سمت روح وحشی و قدرت غیر قابل انکارش. وقتی یه ببر رو تو طبیعت میبینی، یه لحظه فراموش نشدنیه. قلبت تندتر میزنه، انگار خود هوا از انرژی میترکه. ببر ممکنه با چشمان نافذش بهت نگاه کنه. اون چشما حکمت باستانی رو تو خودشون دارن. فصلهای متغیر جنگل رو برای هزاران سال دیدن. با قدرتی سیال حرکت میکنه، هر ماهیچه زیر پوستش موج میزنه. این فقط یه حیوان نیست، یه تجربه است. ببر روح جنگل هندست. غرشش میتونه برگهای درختان رو بلرزونه و لرزه به اندامت بندازه. این گربه بزرگ یه شکارچی ماهره. با صبر باور نکردنی طعمش رو تغییر میکنه. میتونه ساعتها بی حرکت منتظر بمونه. بعد با یه انفجار ناگهانی سرعت حمله میکنه. قدرتش برای دیدن شگفت انگیزه. ببر نقش حیاتی تو سلامت جنگل داره. به عنوان یه شکارچی برتر، جمعیت حیوانات دیگه رو کنترل میکنه. این تعادل برای کل اکوسیستم حیاتیه. بدون ببر، تار و پود ظریف زندگی تو جنگل از هم میپاشه. ما باید اهمیتش رو درک کنیم، نه فقط به عنوان یه حیوان زیبا، بلکه به عنوان یه گونه کلیدی. شکوه ببر بنگال قرن‌هاست که مردم رو مجذوب خودش کرده. تو اسطوره‌ها و افسانه‌های باستانی ظاهر میشه. یه چهره هیبت انگیز و گاهی ترسناکه، اما همیشه یه چهره قابل احترامه. زیباییش نفسگیره، قدرتش غیر قابل انکاره. ببر نمایانگر روح خالص و رام نشده طبیعته. ما رو به یاد دنیایی فراتر از شهرها و روستاهامون میاندازه. دنیایی که ارزشمنده و به محافظت ما نیاز داره. بقای ببر بنگال آزمونی برای تعهد ما به حفظ دنیای طبیعی برای نسل‌های آینده است. ببر بنگال تو هند بیشتر از یه حیوانه، یه نماد ملیه. برای نمایش حیات وحش غنی کشور انتخاب شده. این اتفاق تو آوریل سال 1973 افتاد. ببر نماد قدرت، ظرافت و توانایی عظیمه. اینها ویژگی هایی هستند که خود هند بهشون ارزش قائله. تصویر ببر همه جا پیدا میشه، روی اسکناس ها و تنبرهاست. این نشون میده چقدر برای مردم هند مهمه. یه نشان افتخار از میراث طبیعی ملته. ببر مردم رو به قلب وحشی سرزمینشون متصل میکنه. انتخاب ببر به عنوان حیوان ملی یه تصمیم مهم بود. جایگزین شیر شد. این تغییر حضور گسترده ببر رو در سراسر هند برجسته کرد. همچنین توجه رو به نیاز به حفاظت از اون جلب کرد. ببر با تهدیدهای جدی روبرو بود. تعدادش به سرعت در حال کاهش بود. دولت با تبدیل اون به یه نماد ملی تعهدش رو نشون داد. یه قول برای محافظت از این موجود باشکوه بود. ببر به نماد عزم هند برای نجات طبیعت وحشیش تبدیل شد. یه فراخوان برای اقدام برای کل ملت بود. تصویر ببر احساسات عمیقی رو تو هندیا برمیانگیزه. با شجاعت و مقاومت مرتبطه. داستان‌های ببر بخشی از فرهنگ عامه و اسطوره شناسی هستند. خدایان و الهه‌ها اغلب سوار بر بر نشون داده میشن. این نشون دهنده جایگاه الهی حیوان تو فرهنگه. ببر به عنوان نگهبان جنگل دیده میشه. محافظ اسرار طبیعته. این ارتباط فرهنگی ببر رو خاص‌تر میکنه. فقط یه حیوان برای مشاهده نیست. بخشی جدایی ناپذیر از هویت و چشم انداز معنوی هنده. به عنوان یه نماد ملی، ببر بنگال مسئولیت سنگینی داره. نمایانگر سلامت اکوسیستم های هنده. اگه ببر رشد کنه یعنی جنگل ها سالم هستن. یعنی طعم کافی وجود داره. یعنی منابع آبی محافظت میشن. سرنوشت ببر به سرنوشت محیط زیست گره خورده. حضورش نشون دهنده یه دنیای طبیعی پر جنب و جوش و متعادله. بنابراین محافظت از ببر فقط نجات یگونه نیست.
حفاظت از کل بافت اکولوژیکی ملت. وظیفه‌ای که هند به خودش و به جهان مدیونه. ببر بنگال یه حیوان واقعاً خیره کننده است. ویژگی‌های فیزیکی اون کاملاً با زندگیش به عنوان یه شکارچی سازگاره. یه ببر نر بالغ میتونه تا 260 کیلوگرم وزن داشته باشه. گاهی اوقات حتی بیشتر. ماده‌ها عموماً کوچکتر هستن اما به همون اندازه قدرتمند. بدن ببر دراز و ماهیچه‌ایه. این بهش قدرت باور نکردنی برای شکار طعمه‌های بزرگ میده. خزش به رنگ نارنجی مایل به قرمز تیره یا رنگ اخرایی هست. این پوشش پر جنب جوش با راه‌های قهوه‌ای تیره یا سیاه مشخص شده. این راه‌ها برای هر ببر منحصر به فرد خیلی شبیه اثر انگشت انسان. هیچ دو ببری الگوی کاملاً یکسانی ندارن. راه‌ها فقط برای نمایش نیستن. استتار عالی ایجاد میکنن. تو نور خورشید جنگل یا بین الف‌های بلند ببر تقریباً نامرئی میشه. این بهش اجازه میده طعمش رو بدون اینکه دیده بشه تعقیب کنه. سر ببر بزرگ و گرد، دارای فک‌های قدرتمند و دندان‌های نیش بلند و تیزه. این دندان‌ها میتونن تا 10 سانتی متر طول داشته باشن. برای گرفتن و کشتن طعمه به طور مؤثر طراحی شدن. چشماش رو به جلو هستن که بهش دید دو چشمی میده. این بهش کمک میکنه هنگام شکار فواصل رو به طور دقیق قضاوت کنه. پشت گوشهاش لکهای سفیدی به نام چشم کاذب وجود داره که تصور میشه به عنوان چشمهای دروغین برای جلوگیری از حمله مهاجمان از پشت عمل میکنن. پنجه‌های ببر بزرگ و پده‌دار هستن. این بهش اجازه میده بی سر و صدا تو جنگل حرکت کنه. هر پنجه دارای چنگال‌های جمع شونده است. این چنگال‌ها با عقب کشیده شدن وقتی استفاده نمیشن، تیز نگه داشته میشن. وقتی ببر حمله میکنه، این چنگال‌ها برای گرفتن طعمه دراز میشن. دم ببر بلنده، معمولاً حدود 1 متر. به تعادل کمک میکنه، مخصوصاً هنگام چرخش سریع با سرعت بالا. قدرت محض یه ببر رو میشه وقتی که شکارش رو میکشه دید. میتونه حیواناتی رو که خیلی سنگین‌تر از خودش هستن رو در فواصل قابل توجهی به یه مکان امن برای خوردن بکشه. حواس بر بنگال بسیار توسعه یافته. بیناییش به خصوص تو شب فوق‌العاده خوبه. 6 برابر بهتر از انسان‌ها تو نور کم میتونه ببینه. این باعث میشه یه شکارچی شبانه بسیار موثر باشه. شنواییش هم تیزه. میتونه کوچکترین صداها رو تو جنگل تشخیص بده. این بهش کمک میکنه طعمه رو پیدا کنه یا خطر رو تشخیص بده. در حالی که حس بویایی اون به اندازه حس بویایی سگ توسعه نیافته، اما هنوز به اندازه کافی خوبه که طعمه رو پیدا کنه و قلمروش رو علامت گذاری کنه. همه این ویژگی‌های فیزیکی با هم ترکیب میشن تا ببر بنگال رو به یه شکارچی کامل، یه شکارچی رأس هم غذایی تبدیل کنن. ببرهای بنگال تو زیستگاه‌های مختلفی در سراسر هند یافت میشن. موجودات سازگاری هستن. میتونن تو جنگل‌های بارانی استوایی زندگی کنن که متراکم و مرطوب هستن. همچنین میشه اونا رو تو باتلاق‌های مانگرو مثل سونداربانس پیدا کرد. این منطقه دلتای منحصر به فرد یه محیط چالش برانگیزه. ببرهای اینجا یاد گرفتن خوب شنا کنن. از رودخانه‌ها و نهرهای عریض به دنبال طعمه عبور میکنن. ببرهای سونداربانس به خاطر مقاومتشون مشهورن. اونا روزانه با چالش‌های جزر و مد و آبشور روبرو هستن. این نشون دهنده سازگاری قابل توجه این گونه است. یه زیستگاه مهم دیگه برای ببرهای منطقه ترای هست. این یک کمربند از الفزارها و جنگل‌ها در دامنه هیمالیا است. در اینجا الف‌های بلند پوشش عالی برای کمین کردن فراهم می‌کنند. جنگل‌ها سرشار از حیوانات طعمه مثل آهو و گراز وحشی هستند. پارک‌های ملی مثل کوبت و دودوا تو این منطقه هستند. این پارک‌ها دژهای مهمی برای ببر هستند. پوشش گیاهی متنوع از طیف گسترده‌ای از حیات وحش پشتیبانی می‌کنه. این به نوبه خود از یه جمعیت بر سالم پشتیبانی می‌کنه. سلامت این الفزارها به طور مستقیم با بقای ببرهایی که در آنجا زندگی می‌کنند مرتبطه.
ببرها همچنین تو جنگل‌های برگریز خشک هند مرکزی ساکن هستند. مکان‌هایی مثل کانها، بانداوگاره و رانتامبور به خاطر ببرهایشان مشهورند. این جنگل‌ها تابستان‌های گرم و زمستان‌های خنک دارند. منابع آب تو فصل خشک میتونه کمیاب باشه. ببرهای این مناطق اغلب نزدیک رودخانه‌ها و آبگیرها میمونن. این جنگل‌ها ترکیبی از الفزارهای باز و پوشش درختان متراکم هستند. این هم زمین‌های شکار و هم مکان‌های برای استراحت فراهم میکنه. صخره‌های سنگی تو رانتامبور نقاط دیدبانی خوب و مکان‌های لانه‌سازی رو به ببرها ارائه میده. هر زیستگاه مجموعه چالش‌ها و فرصت‌های خودشو داره. نیاز اصلی برای هر زیستگاه ببر وجود پوشش گیاهی متراکم. برای کمین کردن به پوشش نیاز داره. همچنین به یه پایه طعم کافی نیاز داره. حیواناتی مثل چیتال، آهوی سامبار، خوک‌های وحشی و گاو میتون طعمه‌های رایج هستند. دسترسی به آب نیز ضروریه. ببرها باید به طور منظم آببند بشن، به خصوص تو هوای گرم. اونا همچنین از خنک شدن تو آب لذت میبرن. طیف وسیعی از زیستگاه‌ها تطبیق پذیری ببر رو نشون میده. با این حال همه این زیستگاه‌ها تحت فشار فعالیت‌های انسانی هستند. این باعث میشه حفاظت از اونا برای بقای طولانی مدت ببر حیاتی تر باشه. بخش پنجم، سایه‌های خطر، مبارزه ببر برای بقا. با وجود قدرت و تطبیق پذیریش، ببر بنگال یک گونه در حال انقراضه. تعدادش تو قرن گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته. یکی از بزرگترین تهدیدها شکار غیرقانونی. ببرها به طور غیرقانونی برای اعضای بدنشان کشته میشن. پوست، استخوان‌ها و سایر اندام‌های اونا تو تب سنتی آسیایی استفاده میشه. این تقاضا تجارت بی‌رحمانه و غیرقانونی رو دامن میزنه. شکارچیان غیرقانونی اغلب سازمان یافته و مسلح هستند. تو مناطق دور افتاده فعالیت میکنن و گرفتن اونا رو دشوار میکنه. هر ببری که توسط یه شکارچی غیرقانونی کشته میشه، یه ضرر بزرگه. گونه رو به انقراض نزدیکتر میکنه. یه تهدید بزرگ دیگه از بین رفتن و تک تکه شدن زیستگاهه. جمعیت انسان در حال رشده. زمین بیشتری برای کشاورزی، صنایع و سکونتگاه‌ها مورد نیازه. جنگل‌ها با سرعت نگران کننده‌ای در حال پاکسازی هستند. این منطقه موجود برای زندگی و شکار ببر رو کاهش میده. با کوچک شدن جنگل‌ها، زیستگاه‌های ببر به تکه‌های جداگانه تبدیل میشن. این جابجایی ببر رو بین مناطق دشوار میکنه. همچنین تنوع ژنتیکی جمعیت ببر رو کاهش میده. زیستگاه‌های تک تکه شده نمیتونه از تعداد زیادی ببر پشتیبانی کنن. این باعث میشه اونا در برابر تهدیدهای دیگه آسیب پذیرتر بشن. درگیری با انسان‌ها نیز یه مشکل جدیه. از اونجایی که ببرهای زیستگاه و طعم خودشون رو از دست میدن، گاهی اوقات به سکونتگاه‌های انسانی میرن. ممکنه به دامها یا تو موارد نادر به انسان‌ها حمله کنن. این میتونه منجر به کشتارهای تلافی جویانه توسط روستاییان خشمگین بشه. وضعیت دشواریه. افرادی که نزدیک جنگل‌ها زندگی میکنن اغلب فقیر هستن. از دست دادن دام برای اونا یه ضربه بزرگ اقتصادیه. پیدا کردن راههایی برای همزیستی انسان‌ها و ببر یه چالش بزرگه. نیاز به مدیریت دقیق و مشارکت جامعه داره. ما به راه حل‌هایی نیاز داریم که از انسان‌ها و ببر محافظت کنه. کاهش حیوانات طعم عامل دیگه‌ایه. ببرها به یه جمعیت سالم از آهو، خوک وحشی و سایر گیاهخواران نیاز دارند. شکار بیش از حد این گونه‌های طعمه توسط انسان غذای موجود برای ببر رو کاهش میده. تخریب زیستگاه نیز بر جمعیت طعمه تأثیر میذاره. وقتی تعداد طعمه‌ها کاهش پیدا میکنه، ببرها برای یافتن غذای کافی تلاش میکنن. این میتونه منجر به گرسنگی به ویژه برای توله‌ها بشه. همچنین میتونه ببر رو مجبور کنه که ریسک‌های بیشتری کنه، مانند حمله به حیوانات اهلی. محافظت از طعم ببر به اندازه محافظت از خود ببر مهمه. همه این تهدیدها به هم مرتبط هستند و یه وضعیت خطرناک رو برای این حیوان باشکوه ایجاد میکنن. بخش ششم،
پروژه ببر تعهد یه ملت به نمادش. تو سال 1973 هند یه برنامه حفاظتی پیشگامانه رو راه اندازی کرد. بهش پروژه ببر میگفتن. این پاسخی به کاهش نگران کننده تعداد ببر بود. تو اون زمان تخمین‌ها نشون میداد که فقط حدود 1800 ببر تو طبیعت هند باقی مونده. پروژه ببر یه ابتکار جسورانه بود. هدف اصلیش تضمین یه جمعیت مناسب از ببرهای بنگال تو زیستگاه‌های طبیعیشون بود. هدف اون محافظت از اونا در برابر انقراض بود. این پروژه با نه ذخیره‌گاه ببر شروع شد. اینها مناطق ویژه تعیین شده برای حفاظت از ببر بودند. استراتژی پروژه ببر جامع بود. بر حفاظت از زیستگاه‌های ببر متمرکز بود. این شامل توقف جنگل زدایی و احیای جنگل‌های تخریب شده می‌شد. همچنین هدف اون از بین بردن شکار غیرقانونی بود. اردوگاه‌های مبارزه با شکار غیرقانونی ایجاد شد. محیطبانان برای گاشت زنی تو ذخیره‌گاه‌ها آموزش دیده و مجهز شدند. تحقیقات و نظارت علمی از اجزای کلیدی بودند. جمعیت ببر به طور منظم سرشماری می‌شد. این به ردیابی تعداد اونا و درک نیازهاشون کمک کرد. این پروژه یه استراتژی هسته حائل رو اتخاذ کرد. مناطق اصلی عاری از مزاحمت انسانی نگه داشته شدند. مناطق حائل اجازه برخی فعالیت‌های انسانی تنظیم شده رو میدن. طی سالها پروژه ببر به طور قابل توجهی گسترش یافته. امروزه بیش از 50 ذخیره‌گاه ببر در سراسر کشور وجود داره. این ذخیره‌گاه‌ها منطقه وسیعی از جنگل رو پوشش میدن. این پروژه موفقیت‌های زیادی داشته. تعداد ببر تو بسیاری از ذخیره‌گاه‌ها افزایش یافته. آگاهی در مورد حفاظت از ببر افزایش یافته. این پروژه به سایر حیات وحش نیز سود رسونده. حفاظت از زیستگاه‌های ببر به معنای حفاظت از کل اکوسیستم هاست. بسیاری از گونه‌های دیگه گیاهان و حیوانات تو این ذخیره‌گاه‌ها رشد کردند. پروژه ببر یکی از موفق‌ترین طرح‌های حفاظتی تو جهان محسوب میشه. با این حال این سفر بدون چالش نبوده. شکار غیرقانونی یه تهدید مداومه. از بین رفتن زیستگاه در خارج از مناطق حفاظت شده ادامه داره. درگیری انسان و حیات وحش یه موضوع مداومه. پروژه ببر مجبور به سازگاری و تکامل شده. از فناوری‌های جدید مانند تله‌های دوربین برای نظارت استفاده میشه. تأکید بیشتری بر مشارکت جوامع محلی تو حفاظت وجود داره. موفقیت پروژه ببر به اراده سیاسی مداوم بستگی داره. به بودجه کافی و کارکنان جنگلبانی اختصاصی نیاز داره. مبارزه برای نجات ببر هنوز خیلی مونده. اما پروژه ببر پایه محکمی از امید رو فراهم میکنه. بخش هفتم، گسترش سپپ تاکتیک‌های حفاظتی مدرن. در حالی که پروژه ببر همچنان محور اصلیه، تلاش‌های حفاظتی گسترش یافته. اکنون از تاکتیک‌های مدرن استفاده میشه. فناوری نقش بزرگی داره. تله‌های دوربین به طور گسترده استفاده میشن. اینها دوربین‌های فعال شونده با حرکته. از حیواناتی که از کنارشون رد میشن، عکس میگیرن. این به دانشمندان کمک میکنه تا ببر رو به طور دقیق بشمارن. همچنین بهشون کمک میکنه رفتار ببر رو مطالعه کنن. ببرهای منفرد رو میشه از طریق الگوهای راه منحصر به فردشون شناسایی کرد. این داده‌ها برای مدیریت جمعیت ببر بسیار مهمه. همچنین از پهپادها برای نظارت استفاده میشه. اونا میتونن مناطق وسیعی از جنگل رو زیر نظر داشته باشن و فعالیت‌های غیرقانونی رو شناسایی کنن. یه تاکتیک مهم دیگه مشارکت جوامع محلی. افرادی که نزدیک زیستگاه‌های ببر زندگی میکنن، شرکای کلیدی هستن. حمایت اونا برای موفقیت حفاظت ضروریه. بسیاری از برنامه‌ها اکنون بر ارائه معیشت جایگزین متمرکز هستند. این وابستگی اونا رو به منابع جنگلی کاهش میده. همچنین احتمال درگیری انسان و ببر رو کاهش میده. برخی از جوامع تو گشت‌های مبارزه با شکار غیرقانونی مشارکت دارن. اونا به عنوان خبرچین عمل میکنن و به حفاظت از جنگل کمک میکنن. طرح‌های گردشگری زیست محیطی نیز میتونه برای مردم محلی مفید باشه. وقتی جوامع منافع اقتصادی حفاظت از ببر رو میبینن،
احتمال بیشتری داره که از اون حمایت کنن. مطالعات ژنتیکی به طور فزاینده اهمیت پیدا میکنه. دانشمندان نمونه‌هایی مانند مدفوع یا موی ببر رو جمع آوری میکنن. از اینها اونا میتونن دی ان ای استخراج کنن. این بهشون کمک میکنه تا سلامت ژنتیکی جمعیت ببر رو درک کنن. میتونه نشون بده که آیا جمعیت ها منزوی هستن یا با هم آمیزش میکنن. این اطلاعات برای برنامه ریزی استراتژی های حفاظتی حیاتی. به عنوان مثال، ایجاد کریدورهای حیات وحش. اینها نوارهایی از جنگل هستند که مناطق حفاظت شده مختلف رو به هم متصل میکنن. کریدورها به ببر اجازه میدن بین زیستگاه‌ها جابجا بشه. این تبادل ژنتیکی رو ارتقا میده و جمعیت رو مقاوم‌تر میکنه. همکاری بین المللی نیز یه عنصر کلیدیه. تجارت غیرقانونی حیات وحش یه مشکل جهانیه. نیاز به یه پاسخ بین المللی هماهنگ داره. هند با سایر کشورهای حوزه به ببر همکاری میکنه. اونا اطلاعات و بهترین شیوه ها رو به اشتراک میذارن. اونا تو تلاش ها برای متوقف کردن شکار غیرقانونی و قاچاق همکاری میکنن. سازمان های مانند مجمع جهانی ببر نقش مهمی دارن. اونا کشورها رو برای کار کردن به سمت یه هدف مشترک گرد هم میارن. مبارزه برای نجات ببرها فقط مسئولیت هند نیست. یه نگرانی جهانیه. این تاکتیک های مدرن همراه با روش های سنتی یه سپر قوی تر برای ببر ارائه میده. بخش 8 پژواک ببر در هم تنیده شدن فرهنگ و بوم شناسی. ببر بنگال عمیقاً تو بافت فرهنگی هند بافته شده. بیشتر از یه حیوانه. یه نماد قدرتمند تو هنر، مذهب و فرهنگ عامیانه است. قرن هاست که ببرها تو نقاشی ها و مجسمه ها به تصویر کشیده شدن. اونا اغلب نمایانگر قدرت، شجاعت و سلطنت هستن. تو آیین هندو، الهه دورگا اغلب سوار بر ببر نشون داده میشه. این نشون دهنده قدرت عظیم و توانایی اون برای غلبه بر شر. ببر مورد احترام و تکریمه. این ارتباطات فرهنگی یه پیوند عمیق عاطفی بین مردم و ببر ایجاد میکنه و این اهمیت حفاظت از اون رو تقویت میکنه. اهمیت اکولوژیکی ببر رو نمیشه نادیده گرفت. یه شکارچی رأس هرم غذایه. این به این معنی که تو بالای زنجیره غذایی قرار داره. ببرها به کنترل جمعیت گیاهخوارانی مثل آهو و گراز وحشی کمک میکنن. بدون ببر جمعیت این گیاهخواران میتونه خیلی زیاد بشه. این منجر به چرای بی رویه میشه. به پوشش گیاهی آسیب میرسونه و به اکوسیستم جنگل آسیب میزنه. ببرها با کنترل جمعیت طعمها تعادل سالمی رو تو طبیعت حفظ میکنن. اونا یه گونه کلیدی هستن. سلامت کل جنگل به اونا بستگی داره. حضور ببر نشون دهنده یه اکوسیستم سالمه. اگه ببرها رشد کنن یعنی جنگل غنی از تنوع زیستی، یعنی طعم و آب کافی وجود داره، یعنی زیستگاه نسبتاً دست نخورده است. بنابراین تلاش‌ها برای نجات ببر به گونه‌های بیشمار دیگه نیز سود میرسونه. حفاظت از ذخیره‌گاه‌های ببر به معنای حفاظت از حوزه‌های آبخیز حیاتیه. این جنگل‌ها منبع بسیاری از رودخانه‌ها هستند. اونا آب شیرین رو برای میلیون‌ها نفر فراهم میکنن. حفاظت از ببرها فقط مربوط به حیات وحش نیست. در مورد تضمین رفاه و امنیت زیست محیطی خودمون. ببر همچنین ارزش اقتصادی داره، هرچند این پیچیده. گردشگری ببر میتونه برای جوامع محلی و دولت درآمد ایجاد کنه. مردم از سراسر جهان برای دیدن ببر تو طبیعت سفر میکنن. این تو صنعت مهمان نوازی، راهنمایی و مدیریت پارک شغل ایجاد میکنه. با این حال، گردشگری باید با دقت مدیریت بشه. نباید ببر یا زیستگاهش رو مختل کنه. تمرکز اصلی همیشه باید روی حفاظت باشه. ارزش ذاتی ببر حق وجودش بسیار بیشتر از هر منفعت اقتصادیه. نقش‌های فرهنگی و اکولوژیکی اون رو واقعاً بی‌ارزش میکنه. بخش 9 عهد مقدس ما، تضمین قرش آینده ببر. آینده ببر بنگال تو دست ماست. این مسئولیت مشترک ماست که از این موجود باشکوه و محافظت کنیم. تهدیدها زیادن. شکار غیرقانونی، از بین رفتن زیستگاه و درگیری انسان و حیات وحش همچنان ما رو به چالش میکشه. اما امید هم وجود داره.
تلاش‌های حفاظتی نتایج مثبتی رو نشون داده. تعداد ببر تو برخی مناطق با آرامی افزایش یافته. این ثابت میکنه که با فداکاری و استراتژی‌های درست میتونیم تغییر ایجاد کنیم. ما نمیتونیم از خود راضی باشیم. مبارزه برای نجات ببر نیاز به هوشیاری مداوم و تعهد تزلزل ناپذیر داره. حمایت و آگاهی عمومی بسیار مهمه. هر فردی میتونه نقشی داشته باشه. ما میتونیم از سازمان‌های حفاظتی که روی زمین کار میکنن حمایت کنیم. میتونیم خودمون و دیگران رو در مورد اهمیت ببر آموزش بدیم. میتونیم به عنوان مصرف کننده انتخاب‌های مسئولانه‌ای داشته باشیم. از محصولاتی که به تخریب زیستگاه یا تجارت غیرقانونی حیات وحش کمک میکنن اجتناب کنیم. میتونیم از سیاست‌های زیست محیطی قوی‌تر حمایت کنیم. صدای مردم مهمه. وقتی تعداد کافی از مردم اهمیت میدن، احتمال بیشتری داره که دولت‌ها اقدامی انجام بدن. اقدامات جمعی ما میتونه نیروی قدرتمندی برای تغییر ایجاد کنه. ما باید نسل جوان رو تشویق کنیم تا با طبیعت ارتباط برقرار کنن. اونا حافظان آینده سیاره ما هستن. اونا باید ارزش حیات وحش و مکانهای وحشی رو درک کنن. سفرهای میدانی به پارکهای ملی، برنامه‌های آموزش طبیعت و داستان سرایی میتونه بهشون الهام بخشه. اگه بچه‌ها یاد بگیرن که ببر رو دوست داشته باشن و بهشون احترام بذارن، بزرگ میشن تا ازشون محافظت کنن. اشتیاق برای حفاظت باید از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. غرش ببر باید قرنها تو جنگل‌ها تنین انداز بشه. این عهد مقدس ماست. تو نهایت نجات ببر در مورد نجات خودمونه. ببر نماد یه سیاره سالمه. بقای اون با سلامت جنگل‌ها، رودخانه‌ها و آب و هوای ما مرتبطه. با محافظت از ببرها، از سیستم‌های طبیعی که از همه حیات از جمله خودمون پشتیبانی میکنن، محافظت میکنیم. این یه الزام اخلاقیه. گواهی بر انسانیت ماست. بیایید با شور و اشتیاق و عزم راسخ با هم کار کنیم. بیایید مطمئن بشیم که ببر بنگال همچنان آزادانه و وحشی تو جنگل‌های هند پرسه میزنه. حضور باشکوهش دنیای ما رو بی نهایت غنی میکنه. بگذارید غرش آیندهش صدای پیروزی باشه، نه یه پزواک محو شونده.